بانک ملی تاجیکستان خبر داد که با قرار ریاستش از 16 نوامبر با مقصد تأمین نمودن اقتصادیات با نشانه‌های پولی، پول‌های کاغذی نمونه و برآورش سال 2021 را به ارزش‌های نمینالی 10، 20، 50، 100، 200 و 500 سومانی به معاملات می‌برآورد. بانک ملی تاکید کرده است که پول‌های کاغذی نو در برابر پول‌های کاغذی برآورش سال‌های 1999، 2010، 2017 و 2018 که در معاملات موجودند برابر گردش خواهند کرد. تاجیکستان از بین کشورهای شوروی سابق از همه آخرین شده. ماه اکتبر سال 2000 وقتی که از فرو پوشیدن اتحاد شوروی علیه 9 سال سپری شده بود، پول ملی خود را با نام سومانی به معاملات برآورد. تا سال 1995 در تاجیکستان معاملات پول با پولهای روبل بازمانده از سالهای آخرین شوروی صورت می گرفت. این باعث شد که مبلغ‌های زیادی از کشورهای دیگر شوروی که پولهای ملی خود را به معاملات برآوردند به تاجیکستان سرازیر شود و سطح تورم در این کشور با یک شدت ناگفتنی بالا برود. برای مثال نرخ یک کلوش به چند میلیون روبل برابر شده بود و مردم درزه پول در دست برای خرید به بازار می رفتند. آن وقت تاجیکستان را برای این حالت پیش آمده در بازار معاملات پولیش حتی قبرستان پولهای شوروی هم نام می بردند. از سال 1995 در تاجیکستان برای پیشگیری از تورم خارج از نظارت پولهای موقتی را به معاملات برآوردند که باز هم روبل نام داشت. به دلیل کم شدن علامت جدایی از نامشان آن روبل تاجیکی را روبل ختم نشده هم می نامیدند. این روبل ختم نشده تا سال 2000 خدمت کرد و از 30 اکتبر سال 2000 جای آن را سومانی گرفت. لازم به یادآوری است که وقتی سومانی به معاملات وارد کرده شد قرب $1 امریکایی همگی 1 سومانی و 40 درم بود. در این 21 سال قرب سومانی عملا قریب 8 مرتبه پایین رفته است.